سلام علیکم. شوکت محمد با شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها: تاجیکستان باز زمین فروخت، این دفعه به ازبکستان. مهمانخانه 5 ستاره داری حسن اسدالله زاده آتش گرفت. حفیظ زاده شادی، کارمند ارشد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، به اوکراین برای جستجوی مخالفان رفته است. تاجیکستان 300 گکتار زمین در حدود ناحیه مسجح نو را به ازبکستان می‌دهد. این زمین دارای کان طلایی است که از آن کارخانه طلابراری اپریلفکا استفاده می‌کند. در این باره نشریه فرش خبر داده است. یک منبع در صحبت با نشریه فرش گفته است آن 300 گکتار زمینی که قرار است به ازبکستان دهند دارای کان طلا بوده، طوری 10 روز می شود که تلاش دارند تا به آن سیمخوار بکشند. رئیس کمیته اداری زمین در ولایت سوغد جمشید عمرزاده در صحبت تلفنی به منبع ابراز داشته است این مسئله در حال بررسی قرار داشته، تنها حکومت تاجیکستان می تواند مسئله مذکور را شرح دهد. همچنین رهبر سرحدات در ناحیه مسجح نو کریمزاده در صحبت با فرج گفته است وظیفه ما محافظت سرحد است، این مسئله در صلاحیت ما نیست. گفتنی است این کان در حدود ناحیه مسجح جماعت نوبهار نزدیکی دهه آب شفا جایگیر است. شرکت تاجیکستانی کانادایی اپریلفکا سالها باز این کان را استفاده می کنند. البته که بعد پوش خوردن کدام امپیری نباشد در داخل اون دولت هایی که از نو تأسیس می یابند در بینشون مسئله های ناحل مرزی باقی میمانند و این طبیعی است که این مسئله مرزی باید یک نمود حل خود رو یابند و در این میان شاید من آنقدر نگران نمی شدم در همین مسئله امروزه بحث گذشت تاجیکستان، گذشت نوبتی تاجیکستان با جمهوری ازبکستان در نسبت این 300 گکتار زمین و کان طلا. ولی چون سابقه همیشه بر ضرر تاجیکستان انجام یافته است این باعث نگرانی نه فقط من گمان میکنم که کلی شهروندان تاجیکستان شده است. مشکل در آن نیست که کان طلا اونجا رفت، کان نقره، کان دیگر شاید دارایی از آن هم قیمت‌تر رفته باشد و حتی مشکل در آن نیست که چقدر زمین رفت. مشکل در آن است که چرا همیشه از 4 طرف با تمام دولت ها همیشه گذشت باید تاجیکستان کند و یک وجب و داخل یگان کشور ما ندر آمده ایم و همیشه به داخل کشور ما می درآیند و این باعث تحقیق ملت می شود و از همه باخت کلانی که ما داده ایم نه طلا است در اینجا، نه سنگای قیمت بهای بدخشان و نه زمین های چراگاه های اسفره، بلکه باخت اساسی که ما داده ایستادیم این غرور ملی است و باخت ملت است که اعتماد به نفس از بین می رود و این ملت خود را همچون یک ملت کوچک در میان همسایه خود می شمارد و اساس این را حکومت رحمانوف در همان روز گذاشت که در بدخشان زمین های تاجیکستان را به جمهوری خطای جمهوری چین تسلیم کرده بود و از همان روز ابتدا گذاشت و چون خشت اول را چنین کج نهاد اکنون ما خدا نکند که پگاه باز از جنوبم جمهوری اسلامی افغانستان هم بیکار اگر شود از پرابلم های داخلی خود به ما میترسم که دعوای مرزی خواهد داشت.
مهمانخانه 5 ستاره‌داری متعلق به حسن اسدالله زاده اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه آتش گرفت. این مهمانخانه 13 سال است که در حال بنیادشوی است و هر سال با قرار پارلمان از پرداخت باج و اندازها آزاد می شود. آن باید به مناسبت 30 سالگی جشن استقلال مورد بهره برداری قرار می گرفت. زمان آغاز ساختمان این مهمانخانه محتشم، امام علی رحمان که با قیچه‌اش آنجا حضور داشت اعلان کرد ساختمان آن در 1.5 سال انجام خواهد شد. اما اینک 13 سال است که ساختمان ادامه دارد و مقامات وعده می‌دهند سال آینده به انجام می‌رسد. مهمانخانه 5 ستارگی اسماعیل سامانی که خشت اولش را رئیس جمهور 15 مارس سال 2006 گذاشت و مصرف ساختمانش 30 میلیون دلار اعلان شده بود، 9 سال آخر به شرکت واردات مصالح ساختمانی برای حسن اسدالله زاده تبدیل شده است. تمام محصولاتی که برای ساختمان این مهمانخانه از خارج وارد کرده می شوند با قرار حکومت تاجیکستان از پرداخت اندازه ارزش علاوه شده و باج گمرکی آزاد گردیدند. با استفاده از این سبکی شرکت ساختمانی اسماعیل سامانی عصر 21 که پودرچی این ساختمانی بزرگ است با نام این ساختمان به اکثر ساختمان‌های دیگرش محصولات وارد می‌کند و با نپرداختن اندازه ارزش علاوه شده و باج گمرکی به بودجه کشور میلیون‌ها سامانی ضرر می‌آورد. فرمایشگر ساختمان دستگاه اجرایی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان است. رهبری این دستگاه را دختر امام علی رحمان آزاده رحمان به دوش دارد. شرکت اسماعیل سامانی عصر 21 به مالک و رئیس آریان بانک دادر عروس رئیس جمهور حسن اسدالله زاده تعلق دارد و آن را برادرش رحمت الله اسدالله زاده رهبری می‌کند. ساختمان مهمانخانه اسماعیل سامانی یگانه ساختمان حسن اسدالله زاده نیست. شرکت‌های حسن اسدالله زاده همچنین پودرچی بزرگترین مسجد تاجیکستان هستند که قطر مبلغ گذاری می‌کند. ساختمان آن 100 میلیون دلار هزینه دارد. جز این دو ساختمان بزرگ، حسن اسدالله زاده توسط ده‌ها ساختمان دیگر پولشویی می‌کند. پایگاه پیام قبلا درباره ساختمان‌های او نوشته بود. از 30 میلیون دلاری که برای این ساختمان پیش بینی شده بود، قسم اساسی آن کیها جدا گردیده است. اما در ساختمان همگی حدودی 20-25% آن مصرف شده است و خلاص. مبلغ باقی مانده در کدام حساب بانکی قرار دارد معلوم نیست. در همین حال مقامات بار چندم است وعده می‌دهند ساختمان مهمانخانه اسماعیل سامانی سال آینده انجام خواهد یافت. رئیس کمیته معماری و ساختمانی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان جمشید احمدزاده ماه ایول در کنفرانس مطبوعاتیش گفته بود مطمئنم که تا سال آینده ساختمان این بنا پر به اتمام میرسد. این اولین وعده مقامات برای انجام ساختمان نیست. اولین وعده را امام علی رحمان داده بود و هر سال یا هر 2 سال آن وعده تکرار می شود. مهمانخانه اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه خیابان رودکی در مساحت 1.5 هکتار ساخته می شود. انتظار می رود که این مهمانخانه 350 حجره با مساحت عمومی 20,000 متر کوادراتی خواهد داشت. زمانی که امام علی رحمان لنته آن را می برید گفته بود با انجام این ساختمان 700 جای نوی کاری پیدا خواهد شد. سال 2007 اگنتی آمار این 700 جای کاری را به حسابات خود وارد کرده بود. سرهنگ حفیظزاده شادی خورشید سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ریاست گروه 3 نفره هفته قبل به کیف سفر کرده است. هدف اصلی سفر بستن قرارداد رسمی و غیر رسمی برای استرداد فعالان سیاسی تاجیک مقیم اوکراین گفته می شود.
یک منبع از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به پیام گفت که قرار بود حفیظزاده مقامات اوکراین را به بستن سازشنامه درباره بازداشت و استرداد فعالان تاجیک با درخواست مقامات تاجیکستان راضی کناند و در صورت دست نیافتن به این کار راههای غیر رسمی آن را پیدا نماید. حفیظزاده یکی از نفران کلیدی مسئول به بازگردانیدن مخالفان از خارج است. مسئولیت رهبری این گروه را شاهرخ سعیدزاده، سردار ریاست کافتکاو جنایتی وزارت کارهای داخلی به عهده دارد. چند نوار از گفتگوی این دو نفر با مخالفان قبلا رسانه‌ای شده بود. آنها میکوشند مخالفان را وادار به بازگشت اختیاری کنند، اما در صورت راضی نشدن راههای دیگر، استرداد و حتی دزدی فعالان را استفاده می کنند. شادی حفیظزاده به کیف توسط مسکو رفته است. طبق معلومات به دست آورده پیام، او و همراهانش در مسکو در مهمانخانه ریتز کارلتون جای گرفتند. قیمت یک جای در این مهمانخانه برای یک شب از $200 شروع می شود، یعنی ماهانه یک پلیس در تاجیکستان. در کیف این گروه طبق یک معلومات تصدیق نشده در مهمانخانه خیلتون جای گرفتند که قیمت آن هم برای یک شب بیشتر از $150 است. با مقام اوکراین حفیظزاده به چه نتیجه رسیده است هنوز معلوم نشده است. اما اوکراین عزم پیوستن به اتحادیه اروپا را دارد و میکوشد در رابطه به حقوقهای انسان استانداردهای اروپایی را رعایت کند. قبلا به چند درخواست مقامات تاجیک درباره استرداد مخالفین پاسخی رد داده بود. شادی حفیظزاده 38 ساله داماد وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده می باشد و از 12 دکتر سال 2017 سردار ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان است. اکنون چند خبر رویدادهای دیگر را در گزارش همکارم صفیه واحده بشنوید. نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان میگوید مراجعت تاجیکستانیان برای کوچیدن به روسیه نسبت به همین دوره سال گذشته 17% افزوده است. در دوام 9 ماه سال 2019 به نمایندگی روسیه عاید به مهاجرت بیش از 9000 شهروندان تاجیکستان مراجعت کردند. طور ریاء نووستی خبر می‌دهد ولادیسلاو مارکویچ رهبر نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان گفته است در دایره برنامه دولتی کوچانیدن هموطنان سر از ماه ینور تا ماه سپتامبر سال روان نمایندگی بیش از 1800 درخواست را همراه با اعضای خانواده نزدیک 7900 درخواست قبول کرده است که در قیاس با سال 2018 24% بیشتر می باشد. بنا به گزارش مارکویچ از اول همین سال از حساب شهروندان تاجیکستان 1616 درخواست و همراه با اعضای عائله 6896 کس شرکت کننده برنامه دولتی شده است که در مقایسه با همین دوره سال 2018 24% بیشتر می باشد. همچنین از این حساب 1428 کس با همراه خانواده 5946 کس وارد روسیه شده است که 44% بیشتر می باشد. رهبر نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه همچنین قید کرده است که درخواست شهروندان در دایره طلبات عمومی پس از برگزاری مشورت قبول کرده می شود. در برابر این ضمن قبول شهروندان به برنامه کوچیدن طلب بازار مهنت، آمادگی کسبی مهاجر، تجربه کاری و مهارت به نظر گرفته می شود. مارکویچ اضافه کرد که برنامه کوچانیدن هموطنان از سال 2013 راه اندازی شده است. در عموم آغاز از سال 2013 به نمایندگی وزارت کارهای داخلی در تاجیکستان بیش از 81000 کس مراجعت کرده تا امروز 6000 کس با شمول اعضای خانواده 23641 شهروند تاجیکستان به روسیه رفته است. پیشتر مارکویچ گفته بود که در بین همه دولت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل شهروندان تاجیکستان در برنامه دولتی کوچانیدن اهالی به روسیه افضلیت‌های نظررس دارند. بنا به گفته ولادیسلاو مارکویچ رهبر نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان، شهروندان تاجیکستان درباره نظام بود و باش و حقوق کار در قلمرو این کشور از امتیازهای بیشتر برخوردارند.
شورای وکیلان شهری کیف ویتالی کلیچکو رئیس این شهر را به دست داشتن در فساد متهم دانسته به دادگاه نسبتی او عریضه شکایتی ارسال کردند. بیوروی ملی ضد فساد اوکراین علیه شهرداری کیف ویتالی کلیچکو پرونده جنایتی شده است. بنا به خبرگزاری RBK اوکراین، شورای وکیلان شهری کیف کلیچکو را در سوء استفاده از منصب و پولشویی متهم کردند. طبق عریضه شکایتی وکیلان شهری، کلیچکو مبلغی که برای بازسازی پول شولیفسکی جدا شده بود از آن خود نموده است. وکیلان شهری به این باورند که شهردار و ماموران شهری و اینچنین کارمندان دیرکسیون ساختمان انشاءات نقلیاتی کیف مقدار مبلغ‌های بودجتی را برای برقرارسازی پول از حد زیاد حساب کردند. گذشته از این، کلیچکو در چندین جنایت‌های کورپسیونی متهم دانسته می‌شود. گفتنی است که ویتالی کلیچکو سر از 5 ایونی سال 2014 رئیس شهر کیف انتخاب گردیده، همزمان از 25 ایونی سال 2014 در مسند راهبری مأموریت شهر ایفای وظیفه می‌کند. اینجا نهایتی برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید، لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوب ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شد را لطفاً دریغ ندارید. و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله باشید. خیر تا روز دیگر.